همین 5 دقیقه گفته پیش از طهارت، پیش از نماز، پیش از در آمدن خانه و دیگه چی بود؟ وقتی که از خواب بیدار شدید پیش از مرگ. بعضی طالب علم ریشای دراز ماندگی هزارها تا نصف ساق برداشت که در حضور مردم همین خیل کرده در مسجدها همین خیل بی آدابانه مسواک میکرد. در درس هم استادم و شیخ شنقیطی چندین تیشه جنگ کرده میدادن که مسواک سنت نیست در وقتی درس مسواک کردن. و من لعب الحصى فقد لغا، کسی که در وقت خطبه امام اگر سنگچه بازی کند در حقیقت جمعهش بیکار کرده است. از جمله سنگچه بازی کردن مسواک کردن هم. وقتی خطبه جمعه وقتی مسواک نیست، در حضور مردم مسواک کردن، گپ زده ایستاده از قطار مردم دهانش کلانک شدگی مسواک میکرد بعضی طالب علم، این بی‌آدابی است. وقتی که برای چی مسواک میگه سنت است میگه. بله مسواک سنت است، ولیکن با موردش هم هست، مکانش است. در حضور جماعت پیامبر صلی الله علیه و آله به مسجد برآمده مسواک نمیکردند در پیش مردم. امام هایی که مثلا پیش از نماز مسواک میکنند و طرف قبله نگاه کرده یا با یک طرف روی مالاشون دهنهاشون محکم کرده یا به زمین خم شده از مردم کمتر روی تافته مسواک میکردن با یک آداب و اخلاق.